سلام به همگی، امیدوارم خوب و خوش و خورم باشید. خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. توی این ویدیو یه داستانی راجع به کامند هیستوری یا کلا هیستوری کامنداتون توی گنو لینوکس میخوام خدمتتون توضیحش بدم از کتاب LPK سایبکس. یه سشن ترمینال باز میکنم، البته یه سشن داشتم از قدیم، این هستش. اینو بذاریم کوچیک کنم. من یه دستور اینجا وارد میکنم ls، اینو پاک میکنم. چنانچه میخواستم دستور آخرم رو در واقع استفاده بکنم، شیفت و کلید یک کیبورد رو دو بار فشار میدم، همون علامت تعجب اینتر میکنم و کامند آخر رو برام اجرا میکنه. شاید بپرسید که چرا نتیجه‌ای بهت نشون نداد. خب جواب خیلی ساده است، چون آخرین کامندی که من وارد کردم کامند کلیر بود. اگه الان بزنم ls یا اصلا بزنم همون ls-l خب و کنترل l بزنم و مجدد بزنم دوتا علامت تعجب، ببینید که ls-l میگیره. اگه میخواستید سابقه دستوراتتون رو، سابقه کامنداتون رو پاک بکنید، کافی بزنید هیستوری -c و سابقه کامنداتون پاک میشه. چنانچه میخواستید به یک کامند خاصی در واقع دسترسی پیدا بکنید، به عنوان مثال من میزنم هیستوری مثلا کامند شماره 870 من ست. خب به عنوان مثال من میخوام به این دسترسی پیدا بکنم، باید چیکار بکنم؟ باید علامت تعجب 870 رفت منست رو برا من اینجا نوشت، اجرا کرد اون دستور رو و نتیجه رو برام پرینت گرفت. بذاریم ببینم دیگه چیز خاصی اینجا نیست به دردتون بخوره. نه همین دیگه. یه سری نکات کاربردی بود اینجا دیدم و فکر کردم که به دردتون میخوره و گفتم ویدیوشو بگیرم. شما هم اگه چیز خاصی مد نظرتون هست که میتونه به تکمیل شدن یا در واقع همون تکمیل شدن بگیم کمک بکنه، تکمیل شدن این ویدیو، بنویسید واسم توی بخش کامنت ها که هم خودم استفاده کنم هم بقیه عزیزانی که این ویدیو رو تماشا میکنن. و در آخر متشکرم که زمان ارزشمندتون رو در اختیار من قرار دادید. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و خرم باشید. تا ویدیوی دیگه، فعلا.